خب سلام توی این ویدیو بدونش چجوری ویدیو قبلی که بهتون سرزمین یخی ولی این دفعه میخوایم بهتون آموزش بدم که صحرای ببینید اینجا شما باید ببینید استیلش اینجا این سنگ رو میزن ببینید وارد نمیشید بعد از اینجا میاد اینجا پایین ببینید اینو باید میاد دقیقا به همین ترتیب ببینید به همین ترتیب باید اینو درستش کنید ببینید خورشید پرنده بعد اینم عقرب اینم چیشید خب الان وقتی میبینید اینو من روی پرنده ببینید الان این برش خورشیده پایینش هم پرنده این بالا خورشیده پایینش هم پرنده ببینید این نمیده بهتون داد بعدش اینه این چیزه خب حالا وای میستید اینجا باز میشه خب بچه ها ایلومیناتی سلام کنید بچه ببینید شما یکم این طولانیه این سرزمین موشکیل صحرایی 3 برابر موشکیل یخی یعنی 3 برابر بیشترن خیلی طول میکشه تمام کردنش اینو گداره خب دیگه میریم توش یا حضرت عباس تک چشمه خب حالا خب ببینید اینجا چند تا یکیش از اینجا میتونید درگردید خب ببینید اینجا بسته شده خب ما باید بریم اینجا خب 2 تا چپتر یعنی چپتر صحرایی چپتر فضایی یاد ببینید اینجا باید این دسته ها و اون پشت میلیده میشه دیکیش اینا باید میشه ببینید پشت این دسته اینجا دسته هست که اونم بکشه تمیم باید میشه همون ولی چجور اون رو بکشیم ببینید اینجا ما 2 تا راه داریم ببینید ما اینجا یکی و 2 تا راه داریم که هر دوی اینا میرسن به پشت این مثلا این بالاییه میرسه به پشت این خب این پایینه فکر کنم میرسه به پشت دیگه اینجوریه حالا ما مثلا یه دونه راه میریم مثلا اینجا به پایین اینجا باید اینجا باید اینا بگیرید بکنید اینجا دیگه لازم است خب اینجا که دیگه باید از اینجا باید کنید باید مواظب باشید که نباید دماغت میکنید خب اینجا به 2 راهی برخورد میکنید ببینید این راه که دارید برخورد میکنید به این صندوق ببینید این صندوق
رو من باز کنم نمیدونم خوش که از این استیک هست دیگه صندوق شده پیامک باید از این وده ببینید باید شما اینجا بسته است خب ما باید اون دستگیر میکنیم هست اون رو بکشیم اینجا باز میشه باید میکنیم خب حالا ببینید الان ما باید از اینجا بپریم اینجا بعد اینجا خب حالا بایستیم ببینید این دستگیر رو میکشیم همین بالا ببینید اینجا باز شد خب حالا از اینجا میریم ریسکیه خب اینجا بازم بالیه توش فکر کنم این زنبی خب حالا این یکیش ببینیم الان ما یکیشو باز کردیم خب بالایی رفتیم حالا باید به این همونی مسیر باید تا آخر برید دیگه اینجا بپرید بردیم و چون من خیلی سریع میتونم ببخشید من باید یکم سریع تموم کنم چون ویدیو طولانی میشه نمیتونم آپلود کنم ویدیو چون اینجا خیلی طولانیه مثلش باید بپرید اینجا یا خدا باید بپرید این چون زرده بیاید تو این سوشه باید مواظب باشید از اینجا میپرید پایین اینجا باید ضرب بزنید به این میادیم باید این یکی میزن کمک خب ببینید اینجا ما دوتا راه داریم خب ببینید این را به نتیجه دوتا صندوق ببینید این را صندوق پیامک دوتاشون پیامک ببینید یکیش که اینجاست از اینجا این بالا خب اینا ماچ کرده یکیش هم این یکی مخفیه ببینید اینجا ببینید اینجا چه مسیریه اینجا چیه ببینید باید بیاید اینجا بکنید اینجا توی انتقام کنید بکنید اینم ببینید صندوقش خب اینم از این خب حالا بریم باسه بعد نمیدونم این راه من مسئول من اینجا باید هم کار کنیم اگر بچه اینو هوا اینو که زیادش دقت کنید پلس میشه محمده هیچ نیست خب حالا دیگه باید از اینجا بیاید اینجا دیگه اینجا لازم نیست فقط این شینجا میخوایم بریم و شین تحریک میکنم شما بسید میره خب اینم باز میکنم خب حالا باید این مسیر رو بریدش الان اینجا بریدش خب الان ما رسیدیم به چپتر 2 اینجا خیلی طولانیه بچه خب اینجا هیچی نیست ببینید اینجا ببینید یه قلعه است ببینید هیچی نیست اینجا فقط میپرسید چرا اینجا سیاه اینجا تاریکه ببینید ببینید این کشتی از خودش میمونه خب ببینید الان ما باید از این بریم خب واسه این کشتی ها برش کنید یکم عجیبه براتون میدونم باید این همه راه برید پیاده این کشتی ها بچه باید بریم همه فرق کنید خب ببینید میاد اینجا این دکمه هم فشار میدید خب حالا این چراغ مثل تو روشن میشه حالا باید این رو برید
بعد اینجا چراغ روشن میشه. خب اینم فعال میشه. حالا ما به وقتی که همین مسیر رو بریم به چند تا از این چراغا برخورد میکنیم که اینا باید بخونیمشون. حالا خیلی از اینا هست. خب همه اینا رو باید فعال کنید تا همه اینجا روشن بشه. انگام به این چیزی رو چیز میکنیم ما یه حل میکنیم دیگه. با این میزنید این. خب حالا اینو میبینید این روی هواه. خب یعنی ما نمیتونیم بهش برسیم. روی هواه. خب این کشتی که اون اول دیدیم باید بیارید اینجا و ازش بریم بالا. خب و فقط اینجا خیلی درست خب حالا ببینید اونی که اونجا میبینید ببینید اینها خب بعد ببینید اینجا همون که الان فعالش کردیم. خب خیلی اینجا طولانیه. لطفاً وقتی میخواستید سرزمین موشکوب صحرایی کم کنید یکم وقت داشته باشید چون اینجا خیلی طولانیه. یکم وقت برای این چیه یا عجله میره برش کنید فقط راحت نرونید. خب آها خب ببینید رو هواه مثل فیزیک ماینکرافت. حالا دیگه اینجوری با اینم صحبت میکنم. خب عجله حالا ببینید اینجا وقتتون باز میشه. اینجا وقتتون باز میشه. ببینید الان باید ما این مسیر بریم. حالا ببینید اینجا برش کنیم. خب الان خب ما باید از اینجا خب بریم اینجا بعد رسیدیم به اینجا. حالا یه دونه میبریم اینجا میبریم خب میکنیم اینجا. حالا میان روی این میکنیم اینجا. خب حالا با این هم صحبت میکنیم. خب حالا الان ما با اونایی که حرف زدیم خب اون آبیا خب همه اونایی که حرف زدیم یه صندوقچه رو باز کردیم. ببینید یعنی اینا باز نکردن نمیدونم چون باز حالا دیگه کلا این چیزایی که باش صحبت کردید چیز دیگه همه صندوقچه رو براتون باز میکنه. من بازشون کردم نمیدونم مثلا باگ شده اینجا دستی شده. خب اینو میزنید و اینجا باز میشه و شما دیگه تقریبا به آخر اینجا دیگه نمیشونید. اینجا آخرش خدا باشید اینجا یکم میداره. خب حالا اینجا دیگه تموم. فقط ببینید با هم این نوشته‌ای که حرف زدیم اونا صندوق‌ها رو باز می‌کنن. فقط اگه هم خواسته می‌تونیم نریم که فقط صندوق‌های لباس رو البته. خب حالا میریم توش دیگه. نمیدونم توش ببینید. خب این هم مدال داره. ببینید من مدالش رو ببینید این هست. ببینید مثلا باید 4 دقیقه خیلی سریع ها باید خیلی سریع برید
تمومش کنید. آره دیگه گو میزنید و تمومه. ببینید ما از اینجا اومدیم. خب الان ما رفته بودیم اینجا، از اینجا اومدیم بیرون. بازم الان بریم تو دوباره از این راه میاد. آره دیگه سرزمین خیلی باحالی هم هست. خب اینم از این بود تموم کردن سرزمین اونجاکو صحرایی. مرسی که این ویدیو دیدید. اگه میشه لایک، کامنت و سابسکرایب این چیزا یادتون نره تا ویدیو بعدی. میخوام ویدیوی بعدی رو خب در مورد رازای سوپر خرس بهتون بگم. این رازاش خیلی زیادن ها. آره حتما از این رازا میذارم براتون. خب دیگه تا ویدیوی بعدی خدا حافظ.